سلامی دوباره به تمام گنجای عالم که خود شما باشید. من سپهر هستم با سری ویدیوهای آموزشی در خصوص نحوه کاوش با انواع فلزیاب‌های نقطه زن در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون میشم همین الان ویدیویی که دارید تماشا میکنید و ویدیوهایی که قبلا نگاه کردید رو لایک بکنید. صفحه ما رو حتما سابسکرایب بکنید تا دلگرمی باشه برای ما، برای ادامه دادن ما. ما داریم به هر حال برای شما ویدیو آموزشی ضبط میکنیم، وقت میذاریم، هزینه میکنیم. این کارتون میتونه بزرگترین لطفی باشه که در حق ما میکنید. پس ممنون میشم اگه صفحه ما رو همین الان سابسکرایب بکنید و ویدیوهای ما رو حتما لایک بکنید. خیلی ممنون. الان ما 3 تا ویدیو آموزشی برای شما به اشتراک گذاشتیم که قسمت اول در مورد این بود که شما از چه کسی باید دستگاهتون رو خریداری بکنید، در واقع اون فروشنده باید چه خدماتی رو به شما ارائه بده. جلسه دوم هم در مورد این بود که اقدامات قبل از کاوش چیا هست، در واقع قبل از اینکه بخواید شما دستگاهتون رو بردارید و برید به منطقه مورد نظر چه کارایی باید حتما انجام بدید. جلسه سوم هم در مورد اقدامات کاوش بود، اینکه شما چطوری دستگاهتون رو بالانس بکنید، در چه مناطقی بالانس بشه و تفکیک و بایدها و نبایدها و خیلی موردها بود که با هم دیگه صحبت کردیم. چند شب پیش من داشتم به این فکر می‌کردم شاید قبل از اینکه این 3 تا ویدیو رو آپلود بکنم و با شما به اشتراک بذارم، شاید در مورد این بهتر بود صحبت بکنیم که آیا شمایی که قصد خرید دستگاه دارید و یا اینکه دستگاه تازه خریدید به این موضوع هم فکر کردید که کجا رو می‌خواید برید کاوش بکنید، یا آیا منطقه‌ای رو برای خودتون در نظر گرفتید؟ منطقه‌ای هست که مطمئن باشید از اینکه این منطقه میتونسته در واقع باری هم داشته باشه تا شما به هدفتون برسید. متاسفانه روزی که من دستگاه گرفتم کار اشتباهی که کردم این بود که یه جورایی جار زدم که دستگاه دارم، فقط برای اینکه دیگران رو مطلع بکنم از این قضیه که چند تا جا به من معرفی بکنن برای اینکه من بتونم برم کار کاوش رو انجام بدم. یا اینکه خیلی سرچ میکردم تو گوگل این ور اون ور توی فضای مجازی که نشانه های گنج چی هست، نشانه های مثل شتر و مثل عقرب و مثل نمیدونم خر و گاو و گوسفند و از این مطالبی که زیاد هست پر هست توی در واقع فضای مجازی و کلی از وقت خودم و چندین سال صرف این قضیه کردم که خیلی هم اشتباه بود. امیدوارم شما اینجوری نخواهید برید جلو، در واقع این مسائلی نباشه که شما در نظر گرفتید برای اینکه بخواید به هدفتون برسید. ببینید دوستان، اولین و مهمترین قدم توی کاوش این هست که شما یه منطقه خوبی داشته باشید. خب این مناطق رو باید شما چجوری پیدا بکنید؟ در واقع چجوری باید مدیریت بکنید جایی که میخواید برید؟ من خودم بعد از اینکه 2-3 سال از عمرم هدر رفت توی این قضیه که توی بیابون، توی کوه و کمر دنبال نشانه ها بودم و یا اینکه توی اطرافیان دوست آشنا دنبال جا و مکان میگشتم و عمر خودم رو به هدر دادم و به تباهی رفت، فهمیدم که اینجوری فایده نداره، باید یه فکر بهتر بکنم، یه فکر اساسی تر بکنم. ببینید دوستان، فکر کنید الان شما تو 200 سال پیش دارید زندگی میکنید و شرایط به نحوی هست که مثل الان نیست که بزرگراه بخواد وجود داشته باشه و شما از قم تا تهران رو توی یه مسیر آسفالتی و مشخصی بخواید به حرکت در بیایید تا بخواید به مقصدتون برسید. معمولا به این شکل بوده که راه‌های مختلفی وجود داشته و توی مسیر هم کاروانسراهایی وجود داشته که در واقع هم امنیت شما رو برقرار می‌کرده، هم محلی بوده برای استراحت و اسکان دادن افرادی که بین راه بودن و در واقع جاهایی هم بوده که شرایط به نحوی بوده که میدونستن که فلان منطقه امکان این که بخواد راهزنی وجود داشته باشه هست. بنابراین می اومدن یک مقدار از اموال خودشونو نگهداری میکردن زیر زمین. یکی از واقعیت‌هایی که توی کاوش وجود داره این هست که چیزی حدود 95 الی 98% مالایی که زیر زمین هست زیر 1 متر هستن. اما من نمیدونم چرا یه سری از مردم، نمیدونم چرا یه سری از افراد دنبال متراژهای بالا هستن، 5 متر، 10 متر، 20 متر، 30 متر. داداش من، مگه میخوای به نفت برسی؟ مگه میخوای نفت در بیاری؟ شما همیشه خودتون رو جای اون مردم اون سالها بذارید. اگر شما بودید آیا توانایی اینو داشتید که بخواید بیشتر از 1 متر بکنید؟ من فکر میکنم یه سری از دوستانی که حرف از متراژهای بالا میزدن تا حالا خودشون نیم متر هم زمین رو نکندن. ببینید کندن زمین خیلی سخت هست. فکر کنید الان شما شرایطی دارید که توی سفر هستید
و میخواید مقداری از دارایی خودتون رو زیر زمین قایم بکنید. آیا نیروی کافی برای کندن متراژ بالاتر دارید؟ آیا زمان کافی برای اینکه بخواید متراژهای بالاتر بکنید و داراییتون رو بیشتر در واقع دفع بکنید دارید؟ همه این موضوعات و مطالب دست به دست هم میدادن تا شرایط به نفعی باشه که اون شخص داراییشو بیشتر از 1 متر نتونه دفع بکنه. یه موضوع دیگه هم که وجود داشته این بوده که چه خودشون چه افراد دیگه بالاخره میخواستن برگردن دوباره به این منطقه و این دارایی رو از زیر زمین در بیارن. خب یه وقتای شرایط همیشه عادی طی نمی‌شده و یا اون شخص کشته می‌شده یا اینکه اتفاقی براش می‌افتاده و یا اینکه دیگه نمیتونسته باز به این منطقه برگرده و پیش خودش مثلا میگفته که میرم مثلا سال دیگه یا 6 ماه دیگه برمیگردم. به هر حال دوستان، همونجوری که توی خیلی از این عکس‌ها دارید نگاه می‌کنید، مطمئن باشید که 95 الی 98% تمام مال‌هایی که زیر زمین هستند زیر 1 متر و نهایتاً 1 متر و نیم هستند. ما متراژهای بالاتر نداریم و اگر هم داریم شرایط خاص هستند که ما اصلا به اونا کاری نداریم. پس بنابراین دنبال متراژهای بالا اصلا نباشید و وقت خودتون رو صرف متراژهای بالا الکی نکنید. پس بنابراین چشم‌ها میتونن نشونه خیلی خوبی باشن برای اینکه شما بخواید به هدفتون برسید. چشمه‌ها درخت‌های کهنسال و بزرگی که نزدیک چشمه‌ها هستند، قنات‌ها، مکان‌هایی که کوزه شکسته به فراوانی یافت میشه و پیدا میشه. مخصوصا اگر کوزه‌های شکسته‌ای که رنگی هستن، لعابدار هستن، چون اینجور مناطق نشون دهنده این هست که افرادی که تو اون محل و اون منطقه داشتن زندگی میکردن در واقع یه جورایی از جزو ثروتمندان اون منطقه بودن. در واقع کوزه‌های رنگی و لعابدار نشان دهنده این بوده که وضعیت مالی و اقتصادی اون مردم اون منطقه خوب بوده. من خودم یه بار پیش یکی از دوستام رفتم که توی اداره محیط زیست کار میکرد و دنبال این بودم که بتونم یه سری از چشمه‌ها رو پیدا بکنم، مخصوصا یه سری از چشمه‌ها که خشک شده و دیگه در حال حاضر آبی نداره که بخواد جاری باشه. دنبال یه مکانی بودم، یه نقشه‌ای بودم، چیزی بودم که در واقع گردآوری شده باشه و نشون دهنده این باشه که مثلا توی این مناطق چند تا چشمه وجود داره و آدرساشون کجاست. این دوستم بنده خدا اومد یه نقشه‌ای به من نشون داد. نقشه مال زمان سال 47 بود، در واقع سالی که آمریکایی‌ها با هواپیما کل ایران اومده بودن نقشه برداری هوایی کرده بودن. این فایل به صورت اتوکد بود و منطقه و شهر ما رو در آورد و برای من پرینت گرفت و تمام چشمه‌هایی که در واقع توی اطراف مناطق شهر ما وجود داشت و من توی نقشه علامت زدم و حالا هر کدومو که میتونستم برای کاوش رفتم و در واقع کار خودم رو انجام دادم. خیلی هاشون هم نتونستن انجام بدم به خاطر اینکه شرایط بومی اون منطقه اجازه نمیده که بخوام به هر منطقه‌ای بتونم برم و کار کاوش خودم رو انجام بدم. پس دوستان اینو در نظر داشته باشید که مکان شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. در واقع شما اگر بهترین اپراتور دنیا باشید و بهترین دستگاه حال حاضر دنیا رو داشته باشید، وقتی که یه مکان مناسبی نداشته باشید نمیتونید در واقع به هدفتون برسید. داشتن مکان یه جورایی شرط اصلی هست. قبل از اینکه شما یه اپراتور خوبی باشید باید جا و مکان مشخص و خوبی داشته باشید. دنبال اینم نباشید که زندایی بابام خواب دیده فلان منطقه گنج داره یا اینکه نمیدونم دوستم گفته اینجا کت خدا زندگی میکرده اینجا حتما گنج داره، نمیدونم داییم به من گفته فلان رودخونه فلان مکانش احتمال اینکه بخواد گنج باشه اونجا زیاده. دنبال حرفا و حدیثای دیگران نباشید و حتما خودتون دنبال مکان باشید. میگم مثلا چشمه ها، درختان کهنسال، قنات‌ها و جاهایی که کوزه شکسته هست بهترین منطقه برای جستجو هستن. برای اینکه بخواید دنبال جا و مکانی باشید خودتون رو تابلو نکنید، خودتون رو انگشت نمای دیگران نکنید، مخصوصا اگر توی یه شهر کوچکی زندگی میکنید و فقط کافیه چند نفر بفهمن که شما دستگاه فلزیاب دارید، دیگه با انگشت شما رو نشون میدن، همیشه میگن فلانی دستگاه داره، اون دستگاه داره، این دستگاه داره. خب چرا بخواید خودتون رو تابلو بکنید، مخصوصا توی شهر کوچیکی زندگی میکنید و همه همو میشناسن و همه یه جورایی با هم دیگه نسبت فامیلی دارن، چرا بخواید خودتون رو تابلو بکنید؟ حتما به این موارد توجه بکنید که موارد خیلی بسیار مهمی هست. مورد بعدی وجود GPS در دستگاه هست.
یعنی شاید بشه عنوان کرد که در عالم کاوش، در عالم فلزیابی، در عالم گنج و گنجینه وجود GPS در دستگاه خنده‌دارترین و مضحک‌ترین صحبتی هست که میتونه باشه. ببینید دوستان، توی هیچ دستگاه فلزیابی GPS وجود ندارد. دوستان من خیلی از فروشنده ها رو دیدم که از این باب دارن سوء استفاده میکنن. حالا اینجوری که گفته میشه در واقع سرمنشأ داستان اصلی GPS از اینجا شروع میشه که توی یکی از روستاهای تهران و نزدیک به تهران یه عده داشتن کار حفاری انجام میدادن. اینا با هم دیگه دعواشون میشه و با هم دیگه به مشکل میخورن، در حدی که سر صداشون زیاد بوده و اهالی اون روستا متوجه این قضیه میشن. بنابراین میان زنگ میزنن به پلیس و پلیس هم میریزه تو اون منطقه و میگیرشون. یکی از اون افراد میاد از یه سربازی میپرسه که شما چجوری جا و مکان ما رو در واقع پیدا کردید؟ ما هیچ کس نمیدونست که امشب توی این ساعت قرار اینجا باشیم. اون سربازم میاد میگه که ما از طریق ماهواره و GPS که توی دستگاه شما بود متوجه این موضوع شدیم، بنابراین اومدیم اینجا و شما رو گرفتیم. این موضوع در واقع به گوش یه سری مجلات هم میرسه و مجلات و روزنامه، فکر میکنم روزنامه جامعه جمع باشه اگه اشتباه نکنم، این قضیه رو تیتر میکنه توی روزنامه و در واقع یه جورایی میشه موضوعی برای سوء استفاده یه سری از فروشنده ها. من خیلی از فروشنده ها رو دیدم که خریدار رو میشونه تو ماشین، میاره جلو کلانتری، دستگاهش رو روشن میکنه تا به در واقع خریدار ثابت بکنه که دستگاه ما GPS نداره. این در واقع همه میدونن که هیچ دستگاهی GPSی که بخواد در واقع طول و عرض جغرافیایی رو بده به کسی و به شخصی که شما رو بخواد بیان بگیرن و ببرن اصلا وجود نداره. پس حتما این موضوع رو در نظر داشته باشید. موضوع بعدی طلسم در گنج هست. دوستان اصلا هیچ گنجی نیست که طلسمی داشته باشه. مطمئن باشید هیچ طلسمی نیست. مثلا میگن گنج رو در آوردن یه عده و بعد همو زدن کشته و طلسم داشته، طلسمی بوده که باعث میشده با هم دیگه بخوان درگیر بشن. نه عزیزان، این طلسم نیست، این طمع دوستان هست که باعث میشه همدیگه رو بزنن بکشن و با هم دیگه به مشکل بخورن. خیلی ها رو من دیدم همچین موضوعی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون طمع نداشتن، طمعی نبوده که بخوان به این شکل برای همدیگه دردسر بخوان درست بکنن. موضوع بعدی قیمت بالای دستگاه هست. خیلی ها رو من دیدم توی تعریفاشون، توی حرفاشون حرف از 4 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد میزنن از اینکه دستگاه نقطه زن ما انقدر میارزه، یا فلانیو دیدیم که در واقع دستگاهی خریده مثلا 5 میلیارد، 4 میلیارد، 7 میلیارد، 10 میلیارد. دوستان اصلا اینجوری نیست. الان اگر که ما در واقع دو تا از دستگاه ها اونو مثل لورنز Z2 و جی پی زد 7000 رو حالا فاکتور بگیریم، مابقی فلزیابا زیر 200 میلیون هستن. در واقع 80% فلزیابا در واقع زیر 150 میلیون تومان هستن و این مبلغ اصلا وجود نداره که یه سری از دوستان در موردش حرف میزنن و مبلغای زیادی روی این قضیه میزنن. اینا همش حرفه، اینا همش چرت و پرته. اصلا توجه نکنید به این قیمت‌های بالای دستگاه‌ها. موضوع بعدی هم نسخه‌های پوستی هست. به هیچ عنوان هیچ پوستی وجود نداره که روش در واقع بخواد نقشه گنجی کشیده شده باشه. همه اینا کلاهبرداریه. مطمئن باشید تمام این پوسته هایی که روشون در واقع نقشه هایی کشیده شده، حالا با زبان ها و نقاشی های گوناگون، مطمئن باشید همه اینا کلاهبرداریه و برای اینه که شما رو بخوان سرکیسه بکنن و در قبال اون پوستی که شما به شما میدن مبالغ هنگفتی از شما بخوان بگیرن. مطمئن باشید همچین موضوعاتی وجود نداره. خب حالا برگردیم سر مبحث اصلی خودمون. دوستان ببینید، بالانس دستگاه رابطه مستقیمی داره با اینکه شما بخواید به هدفتون برسید. در واقع بالانس دستگاه 80% موفقیت شما به این موضوع بستگی داره. شما اگه قدم اول رو به خوبی برندارید، میانه راه هم پشیمون میشید، هم ناامید میشین، هم دلسرد میشید، همین که دیگران رو علاف کردید و از همه مهمتر خودتون رو علاف کردید. ببینید دوستان، به هیچ عنوان این کار رو با عجله انجام ندید. خیلی سر صبر، خیلی آروم، ریلکس دستگاهتون رو بالانس بکنید و حتما هم این بالانسی رو که انجام دادید حتما حفظ بکنید. حفظ کردن بالانس از خود بالانس هم مهمتره. یعنی ببین، قدم بعدی که شما باید انجام بدید و مهمتر از موضوع قبل هست، حفظ بالانس هست. وقتی که شما لوپ رو الکی بالا پایین بکنید بی خود و بی جهت،
لوپو بالا پایین بکنید یا سمت بوته‌زار بدید یا سمت سنگ‌های بزرگ بدید که باعث بشه لوپتون جابجا بشه و اون فاصله‌ای که از سطح زمین باید داشته باشه دیگه نداره، باعث میشه که دستگاهتون از بالانس خارج بشه و شما متوجه نشید، مخصوصا دستگاهایی که ثبات پایداری ندارن. دوستان توی ویدیو قبل من توضیح دادم منطقه چک بالانس بسیار مهم هست. اینکه شما توی یک منطقه چند جا رو برای بالانس دستگاهتون در نظر بگیرید بسیار مهم هست. شما بهتره همیشه 10 متر، 12 متر و نهایتا 15 متر یک بار دستگاهتون رو بالانس بکنید. خیلی راحت لوپتون رو بذارید زمین، دستگاهتون رو بالانس بکنید و به کاوشتون ادامه بدید. ببینید این کار باعث میشه که شما با خیال راحت بتونید کار کاوشتون رو انجام بدید. یعنی حداقل از این موضوع مطمئن باشید که دستگاهتون الکی و بی خودی و بی جهت بوق نمیزنه. این خیلی موضوع مهمی هست. منطقه چک بالانس به شما کمک میکنه که اگر جایی دستگاهتون رو بالانس کردید و فلزی زیر لوپ بوده دیگه این اشتباه رو دوبار تکرار نکنید. در واقع از روی خود بالانس هم میشه متوجه شد که آیا فلزی زیر خاک بوده یا نه، که این در واقع به صورت تجربی من جلوتر حتما براتون توضیح میدم که به چه نحو هست. موضوع بعدی خاک اون منطقه هست. شما برای همه خاکی نباید یه نوع بالانس انجام بدید. من توضیح دادم، حتما ویدیوهای قبل رو نگاه بکنید. تو زمین کشاورزی، سنگلاخی و زمین‌هایی که آلوده هستن و یا مرطوب هستن شما باید توی هر کدوم از این مناطق یه نوع بالانس داشته باشید. نمیتونید شما حتما با نهایت قدرت در واقع دستگاهتون رو بالانس بکنید و به کار کاوشتون ادامه بدید. خیلی موضوع مهمیه. یکی از دوستان سوال پرسیده بود، گفته بود که بالانس دستی بهتره یا اتوماتیک؟ ببینید قطعاً بالانس دستی بهتره. اگه من بخوام یه جواب قانع کننده واسه این موضوع داشته باشم و قابل فهم باشه، میتونم ماشین‌های اتومات و دستی رو با هم دیگه مقایسه بکنم زمانی که اینا با هم دیگه میخوان مسابقه بذارن. خب شما با ماشینی برنده میشید که دندش به صورت دستی هست یا اتومات. خب مطمئنا دندهای دستی هستن که شما رو به نتیجه میرسونن. اما یه سری جاها هست که شما باید حتما بالانس اتوماتیک داشته باشید. در واقع اجازه بدید خود دستگاه رو بالانس بکنه. مخصوصا مناطقی که دستگاه سخت بالانس میشه، اون مناطق بهتره بالانس اتوماتیک داشته باشید شما. یکی از دوستان هم سوال کرده بودن، گفته بودن که من دستگاه GPX 5000 دارم و لوپم خراب شده. شما کسی رو میشناسید که بخواد در واقع لوپ منو تعمیر کنه؟ دوستان حتما به این موضوع توجه داشته باشید که هر لوپی که خراب شد و دیگه باید بندازید دور، قابل تعمیر نیست و اگر اون لوپ تعمیر بشه حتما نویز داره، و حتما اپراتور رو به اشتباه دچار میکنه. حتما شما یه هزینه بهتری بکنید. در واقع شما نیاید که بخواید لوپتون رو بدید کسی دیگه بخواد تعمیر بکنه. این کار واقعا اشتباهه. از همون اول بهتره یه هزینه بکنید و لوپ جدید بخرید برای خودتون. چون من دیدم که بعضی از لوپ‌ها رو درست کردن و یه جورایی هم درست شده، اما بعد از یه مدتی دستگاه نویز پیدا کرده و دستگاه الکی بوق میزنه و اپراتور دچار اشتباه میشه. پس بنابراین بهتره هزینه بیخود نکنید. همون اول هزینه‌ای که میکنید برای خرید لوپ نو باشه. یه سری از دوستان هم پیام گذاشته بودن که در مورد فلز قدیم و فلز جدید بیشتر توضیح بدید. ببینید دوستان، تو ویدیو قبلم گفتم که فلز جدید مثل فلزی میمونه که شما الان باهاش سر و کار دارید، اون انگشتر و اون ساعتی که شما به دستتون کردید. در واقع فلزهایی که ما اطراف خودمون میبینیم میشه فلز جدید. فلز قدیم فلزی است که سالیان سال هست در زیر خاک وجود داره و هنوز بیرون نیومده و به محضی که اون همون فلز، حالا هر چی میخواد باشه، چه فلز با ارزش، چه فلز بی ارزش، چه آهنی، چه غیر آهنی، وقتی این فلز بیاد بیرون از خاک دیگه فلز قدیم نیست، میشه فلز جدید. ببینید دوستان، فلز قدیم بعد از گذشت سالیان سال مهم نیست که با ارزش باشه یا بی ارزش، مهم نیست آهنی باشه یا غیر آهنی، مهم نیست خود آهن باشه یا طلا باشه، اصلا مهم نیست. من در مورد تمام فلزات دارم صحبت میکنم. ببینید تمامی فلزات در زیر خاک بعد از گذشت سالیان سال اطراف خودشون رو آلوده میکنن. در واقع این آلودگی برای ما یه برگ برنده هست و در واقع همین آلودگی هست که شما رو به اون هدفتون میرسونه و باعث میشه که شما بتونید راحت‌تر کاوش بکنید. چرا؟ چون آلودگی جزئی از فلز هست و همین آلودگی هست که باعث میشه دستگاه فکر بکنه فلز بزرگتری زیر خاک
دفع شده و راحت‌تر میتونه شکارش بکنه. موضوع بعدی دکل‌های مغناطیسی هست. خب معلومه وقتی شما دارید میرید تو بیابونی جایی کار کاوش انجام میدید، وقتی دکل‌های بزرگ برق یا دکل‌های مخابراتی هستن، خب معلومه اینا به دستگاه نویز میدن و حتی بوده دستگاه بردش میسوزه. ببینید دوستان، حتما 150 الی 200 متر فاصله داشته باشید با دکل‌های مخابراتی. اگر فاصله نداشته باشید و دستگاهتون رو روشن بکنید، مطمئن باشید دستگاهتون میسوزه. یعنی حتما انتظار اینو داشته باشید در کنار دکل‌های مخابراتی و دکل‌های مغناطیسی، مخصوصا دکل‌های مغناطیسی، شما برید کار کاوش انجام بدید و دستگاهتون و برد دستگاهتون بسوزه. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. یکی دیگه از میدان‌های مغناطیسی میتونه تلفن همراهتون باشه. شما وقتی که میخواید کار کاوش انجام بدید، من گفتم اقدامات قبل کاوش تو جلسه دوم، بدن و لباس هاتون باید عاری از هر گونه فلز باشه. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. موضوعی نیست که بخواید سرسری از کنارش بگذارید. ببینید دوستان، کلا موضوعاتی که باعث میشه شما به اشتباه بیفتید و اپراتور دچار اشتباه بشه، باید شما دونه دونه این موارد رو بذارید کنار. بسیار مهم هستن. مورد سوم عدم مهارت اپراتوره. خب ببینید دوستان، وقتی طرف هنوز بلد نیست درست بالانس بکنه یا اینکه بالانس درست انجام میده، وقتی هنوز بلد نیست که لوپو چجوری دست بگیره و چجوری جارو بزنه، خب معلومه که دستگاه به صدا در میاد و اپراتور دچار اشتباه میشه. شما باید حتما روی جارو کردن تمرکز داشته باشید، تمرین بکنید. شما فقط با تمرین و تکرار میتونید به هدفتون برسید. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. مورد چهارم هم خرابی دستگاه هستش. خب ببینید دوستان، وقتی دستگاه خراب باشه، بردش سوخته باشه و خراب باشه، الکی بوق میزنه. یکی از دوستان پیام داده بود، نوشته بود که وقتی دستگاه رو من روشن میکنم و کار کاوشم رو میخوام انجام بدم، دستگاه هم مثل بوق آمبولانس صدا میده. این علتش چیه؟ خب دوست من، لوپ شما خراب شده، لوپ شما آسیب دیده. وقتی لوپ آسیب میبینه و خراب میشه، دستگاه همانند بوق آمبولانس، مثل آژیر آمبولانس به صدا در میاد. لوپ شما خراب شده. سعی کنید دیگه این لوپ رو به دستگاه وصل نکنید، چون همین لوپ خراب باعث خرابی دستگاه هم میشه و بهتره که سریعا یه لوپ جدید شما خریداری بکنید.